تو این ویدیو تحلیل کامل طلا رو برای هفته آینده داریم. طلا قرار بریزه یا میخواد حرکت صعودیش ادامه بده؟ خب اول میریم رو چارت روزانه طلا، چون که باید همه چیز از بالا ببینیم تو دید فراکتالی که بعد بریم تو در تو و موشکافی کنیم بازار رو. ببینید وقتی که بازار از این قسمت شروع به حرکت صعودی کرد، از حدوداً نوامبر 2023 رسید به این قسمت که ساید شد و باز هم یک حرکت صعودی کرد و کلاً زیاد نزول ماژوری ما نداشتیم رو طلا. حالا به قبل‌تر اگه نگاه کنیم باز یه مقدار نزول داشتیم، اما از 23 تا همین الان ما نزول همچین ماژوری نداشتیم. به هر حال ما این منطقه رو فعلا در نظر میگیریم، منطقه‌ای که از دسامبر 2024 داریم تا همین الان. بازار 3 تا کف زده اینجا، هم اندازه حرکت صعودی، ماژور، اصلاح، هیدن دایورجنسی که ما داریم روی مکدی هست که توی فاز تمایلات خرید زیادی داره، کراسی که ما اینجا داریم و حرکت صعودی که شکل گرفته. در اینجا یک اصلاح شکل گرفته، اصلاحی که به تبع مطمئناً بعد این همه زدن سقف جهانی خیلی منطقیه. واقعاً بازار اومده اینجا رو یک اصلاح زده، ما این رو در نظر میگیریم، این هیدن آخر رو، هیدنی که به هر حال ما میدونیم که الان این کف از این پایین تر هم هیدن نیست، اما در تایم فریم های پایین تر ما میتونیم این دوتا رو حتی به عنوان هیدن ببینیم. بازار حرکت صعودیش رو انجام داده، ما میدونیم که یه دایورجنس داشتیم، حرکت صعودیش رو انجام داده. ما اگه این حرکت رو تا بالا 100% در نظر بگیریم، 50% این میشه این سطح. پس مطمئناً بازار اون مقداری که باید میرفته رو رفته، طبق انتظاری که ما از اصلاح‌های 50 تا 100% داریم که میگیم که بازار دیگه حرکتی که میخواسته رو بتونیم استفاده کنیم و کرده. حالا ما این منطقه رو داریم به عنوان ریاکشن که میتونه بازار یه استراحت بکنه باشه، اما اگه ما تاییدیه های دیگه رو نگاه کنیم، به عنوان مثال ما میدونیم که بازار الان توی استوک در اشباع خریده و مطمئناً و یا امکان داره بازاری اصلاحی استراحتی رو داشته باشه. از طرفی من اگه چنگال اندرو رو هم بذارم، یه منطقه به من میده که حدوداً در همون 50 38 و 61 فیبوناچی قرار میگیرم. این مناطق برای من مناطق مهمی هستند، چون من قرار روی اینها پوزیشن هامو بگیرم. حداقلش اگه من بخوام این بالای سل بزنم، اگه به عنوان مثال بخوام اصلاحو بگیرم، بتونم به این مناطق نگاه کنم و پوزیشنم رو ببندم. از طرفی ما باید به این هم نگاه کنیم که بازار توی یک کانال صعودی بوده، اگه نگاه کنیم توی یک همچین کانالی بوده که این کانال رو تقریبا میتونیم بگیم که شکسته از بالا، یعنی این خودش یک نکته مهمه که از بالا این کانال رو بازار شکسته و میتونه روی این هم اصلاح انجام بده و حرکت صعودی رو باز انجام بده. پس ما الان چند تا تاییدیه گرفتیم برای خرید، تاییدیه هایی که مثل داشتن چنگالمون بود، اینجا قرار شد به اینجا میتونه ریاکشن بده، 50 38 61 فیبوناچیمون، و همچنین یه تاییدیه دیگه اینه که من تمایلاتم به سمت خریده. این اگه یک هیدن دایورجنس داشته باشم میتونم برم برای یک خرید بلند مدت، میان مدت، 1 روز، 2 روز، 3 روزه، 3 تا کندل بگیرم از دیلی کافیه برام. ولی این حرفایی که زدم من باب این هستش که ما این خط روندی که توی 4 ساعته هست که درونش یک دایورجنس هم میبینم شکسته بشه، یعنی این روند صعودی 4 ساعته یا 1 ساعته شکسته بشه، اصلاح کنه قیمت روی این مناطقی که من بهشون میتونم بگم possible reaction line یا مناطق ریاکشنی حداقل احتمالیمون. توی این مناطق میتونیم یک پوزیشن خیلی بلند مدت خرید خوب داشته باشیم که میگم دیگه شرایط باید ایجاد بشه، اصلاح داشته باشم روش، یک مقداری
حتی همین هم میتونه به من یک خرید خوب بده. خب ولی اگه من از دیلی نگاه کنم میتونم بفهمم که خب بازار رو میتونم یک مقدار دیگه بهش استراحت بدیم و یک بلند مدت دیلی بزنیم. ولی خب رو 4 ساعت هم حتی الان ما یه هیدن داریم با اینکه روی یک دایورجنس مخالف هست، ولی ما میتونیم حتی بریم تایمای پایینتر یک مقدار کمتری رو اسکل کنیم. حتی اگه شما این رو بررسی کنید ببینید خط روند 15 دقیقه تموم شده، هیدن دایورجنس شکست روش، پول بک روش و میتونستیم یه خریدم داشته باشیم تا انتهای بازار، که این هم میگم شرایطی بوده که بازار ایجاد کرد آخر بازار. و این بود تحلیل امروز. در نهایت فهمیدیم که بازار جنبندی کلی رو داشته باشیم. بازار میتونه حرکت صعودی داشته باشه چون همین الان روی یک خط روند صعودی تمایلات به سمت خریده و میتونه یک اصلاح بده بهمون، یک حرکت صعودی خیلی ماژور بهمون بده. حتی سقف دیلی که ما اینجا میگم سقف جهانیه دیگه، تنها رزیستنسی هست که توی این منطقه داریم روی 3144 که میگم باز نیاز به یک اصلاح داریم که یک خرید خیلی خوب بزنیم. یک سیگنال 4 ساعته دادیم، گفتیم خود این کندل آخر هم یک روند اصلاحی بوده که صعود کرده و توی 1 ساعته بررسیش کردیم. توی 15 دقیقه فهمیدیم که این یک روند بوده، تموم شده، پول بک، هیدن دایورجنس و ورود. این بود تحلیل امروز. میگم نمیخوایم که ما پوزیشن هایی رو بدون دلیل بزنیم. الان شما نیاز نیست برید دوشنبه که بازار باز شد همینو 1 لات 2 لات بای بزنید. میگم وقتی که چک لیست داشته باشین شما اول حرکت رو میگیرید نه انتهاش رو. ما الان میدونیم 4 ساعته طبق این دیدی که داشتیم الان از 0 تا 100% فیبوناچیمون حرکت کرده، یعنی 2 برابر این موج بازار رفته، یعنی مورد انتظار ترین حرکت تا انتها رو انجام داده. پس میگم اگه میخواید بلند مدت بزنید بهتره که یک مقدار صبر کنید بازار بیاد روی اینا اصلاح کنه. اگه میخواین کوتاه مدت یا حتی اسکلپ کنید شما میتونید از همین اصلاحی که قراره بریزه استفاده کنید، یا حتی اگه بازار نریزه بخواد این سقفا رو بزنه شما میتونید همون شرایطی که توی دیلی ایجاد شد که ما الان منتظرش هستیم رو همین تایم فریم 15 دقیقه اسکلپ کنید و میتونید همه این کارها رو انجام بدیم. فقط نیاز داره که یک استراتژی مدیریت سرمایه ثابت داشته باشیم. تو انتهای ویدیو که رسیدیم نظرتون رو بنویسید ببینیم که چه سبک تحلیلایی رو میخوایم داشته باشیم. روی بیت کوین داشته باشیم، طلا رو همینطوری پشت هم هر هفته تحلیل بذاریم و سابسکرایب و زنگوله هم یادتون نره. ویدیو رو حتما لایک کنید که از ویدیوهای دیگه چنل هم مطلع بشید. بدبخت شبیه جوونیای من شدی. من اون موقع که تو سیبیل میذاشتی خواستم سیبیل بذارم ولی الان میام سیبیل